نوبتی هم باشه. نوبت اینه که یه ویدیو کریپی و ترسناک فری فایر ببینیم با تم اسکوید گیم. ویدیو رو لایک کنید بریم سراغش. فکر کن یهو بخوابی یهو بیدار بشی چشاتو باز کنی با همچین صحنه‌ای مواجه بشی. همه جا تاریک، تم فری فایر و این عروسکی که برمیگشت و اگه تکون میخوردی تشخیصت میداد و حالا میمردی. وای حاجی این اصلا وای به اینجا برگشت. تکون نخور پدر سوپر. نه فرار نکن. تکون نخور. تو رو قرآن نه وای مردی آجی مردی. اگه مشکل قلبی داری این ویدیو رو اصلا نبین. به هوش مصنوعی گفتن که ترسناکترین ویدیو جهان رو بساز. حالا گفته شده 90% مردم دنیا نمیتونن تا آخر ویدیو توی چشماش نگاه کنن. اگه تا آخر تونستی نگاه کنی حتما ویدیو رو لایک کن تا بفهمم که تونستی. بعدش هم بهم بگو ترسناک بود واقعا یا نه. دقیقا نمیدونم منظور این ویدیو چیه، ولی یه سری تئوری‌ها راجع به شاخه معلق گفته میشه. تو این ویدیو یه شاخه رو نشون میده که ظاهرا تو هوا معلقه. بعد تو صفحه آخر میگه اگه با این صحنه روبرو شدی سریع فرار کن. اول از همه اگه تصویر زوم شده رو ببینید ظاهرا دور این شاخه رو ابرا گرفتن، یعنی اینکه شاخه به درخت وصله، فقط ابر نمیذاره پایین شاخه دیده بشه. بعد حالا اگه واقعا شاخه معلق دیدین میتونه به چند دلیل باشه. یه تئوری هست که میگه یه جادوگر داره اون طرفا از جادوی سیاه استفاده میکنه. یکی دیگه هم اینه که اونجا یه دروازه بین‌بعدی شکل گرفته و ممکنه یه موجود خطرناک ازش بیاد بیرون و به همین دلیل میگن اگه همچین چیزی رو دیدی سریع از اونجا فرار کن. ولی من فکر میکنم میتونه دو تا دلیل دیگه داشته باشه. از اونجایی که تارنکبوت خیلی مقاومه میتونه شاخه رو بین مثلا دو تا درخت آویزون نگه داره، یا مثلا ممکنه شاخه سبک باشه و یه گردباد کوچیک شاخه رو بفرسته هوا. حالا به نظر شما دو تا تئوری اول میتونن واقعی باشن؟ اگه مشکل قلبی داری این ویدیو رو اصلا نبین. به هوش مصنوعی گفتن که ترسناکترین ویدیو جهان رو بساز. حالا گفته شده 90% مردم دنیا نمیتونن تا آخر ویدیو توی چشماش نگاه کنن. اگه تا آخر تونستی نگاه کنی حتما ویدیو رو لایک کن تا بفهمم که تونستی. بعدش هم بهم بگو ترسناک بود واقعا یا نه.